محمد تقی بهار تازه قدم در دوره جوانی گذاشته بود که پدرش را از دست داد و بعد از فوت پدر لقب ملک الشعرایی به پسر رسید. اتفاقی که به مزاج بعضیا خوش نیومد و یه سری از شعرا گفتن که چی شد؟ این جوون رو چه به ملک الشعرایی؟ به همین دلیل جلسه‌ای تشکیل دادن تا عیار محمد تقی رو بسنجن. دستور کار جلسه اینطوری بود که 4 کلمه مطرح میشد و شاعر جوون باید با اون کلمات شعر میگفت. همینطور هم شد. بهار از هر 4 واژه‌ای که میشنید یه شعر تحویلشون میداد و این فرایند ادامه داشت تا اینکه یه جوونی پا شد و این 4 کلمه رو مطرح کرد: آینه، اره، کفش و قوره. 4 کلمه‌ای که هیچ ارتباط منطقی بینشون نبود، اما بهار نظر دیگه‌ای داشت. چون آینه نورخیز گشتی احسنت، چون اره به خلق تیز گشتی احسنت، در کفش ادیبان جهان کردی پای، قوره نشده مویز گشتی احسنت. دیگه کمتر کسی بود که به استعداد این شاعر جوون شک داشته باشه. محمد تقی بهار برای همیشه ملک الشعرای ایران باقی موند.